برادران عزیزم، میخواهم نشانه‌ای که غضب پروردگار جل و علا بالای بندگان است را بگویم که در هر انسانی که همین وصف یا صفت اگر در هر کسی باشد، نشانه غضب پروردگار جل و علا بالای او هست. پیش از همه اول غافل بودن در نماز. خداوند جل و علا در سوره ماعون میگوید که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر نمازگزاران، بر دیگر معنی ویل یکی از نامهای آتش جهنم است. وای بر نمازگزاران. کدام نمازگزاران؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، همون نمازگزارانی که از نمازهایشان غافلند. نماز میخوانند اما بعضی حالتها میبینی که در یک کار مشغول میشود، کار دنیا و مال دنیا و کسب دنیا را بالاتر از ملاقات با پروردگار میشمارد. چنان در تجارت و در کار و در وظیفه میرود که نمازهایش قضا میشود. خداوند جل و علا گفت وای بر همون نمازگزاری که در نمازش سهلنگاری میکند، نمازش را فراموش میکند، نمازش را قضا میکند. برادران عزیزم، خداوند جل و علا در قرآن میگوید که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. به درستی که نماز انسان را از فحشا و بدیها و رذیلیها و پستیها نگاه می‌دارد. از چشم، از حسد، از دیگر بدیها نماز انسان را حمایه میکند، از گناه باز می‌دارد. و در حدیث دیگر است بین این نماز تا نماز بامداد تا نمازی چه پیشین، از پیشین تا عصر، از عصر تا شام، از شام تا خفتن، از خفتن تا بامداد مکفرات الذنوب است. خداوند جل و علا اگر انسان در نمازهایش پایبند باشد و سری وقت با جماعت در مسجد نمازهایش رو احتیاط کند و بخواند پیوست باشد، در همین بین دو نماز اگر لغزشی کرده باشد، اگر گناهی کرده باشد، اگر گناه صغیره‌ای کرده باشد، خداوند جل و علا عفو میکند. حکمت نماز در چی است برادران عزیزم؟ حکمت نماز در اتحادی است، در سرجمعی است، در بخشیدن یکدیگر است، در اخوت است، در برادری است. هر یکی ما و شما وقتی در بر یکدیگر میشینیم، نوبسته که کدام رنگ دارد، چی پوست دارد، در کدام ملت است، از کدام سرزمین است، چی پوست دارد، چی قومیت دارد، برای ما مهم نیست. او برادری ما است وقتی مسلمان است. پس همین اخوت وقتی مسلمان در بر یکدیگر میشیند، بغض و کینه های او از بین می رود. وقتی مسلمان الله اکبر میگوید و بر رکوع می رود، گناه های او پاک میشن. وقتی به سجده می رود، تمام گناهانش می ریزد. وقتی مسلمان بعد از نماز یا پیش از نماز به برادری مسلمانش السلام علیکم بگوید یا دستش را بگیرد، گناهان هر دو اینها می ریزد. بر خداوند سوگند که به انصافی است. خداوند جل و علا که برای ما و شما در یک روز 24 ساعت فرصت داده است و گفت است که همین در اختیارت. میخواهی تجارت میکنی، میخواهی با فرزند و همسر و زندگیت میخواهی تلاش میکنی، بکن. اما از همین 24 ساعت حداقل نیم ساعتش را برای شکرگزاری همین وقت، برای شکرگزاری پروردگارت، برای کامیابی خودت صرف کن در نماز. مثال است، اگر ما به یک شخص 24,000 سامانی بدهیم یا بگیم که از همین 24,000 سامانی 300 سامان شه برای خودت خوراک بخر، برای خودت آب بگیر که نمیبری از گشنگی، برای خودت بگیر، خودت استفاده کن. اما اگر همون انسانی که 24,000 سامان دارد اما بخیلی کند، برای خود نه آب بگیرد نه خوراک بگیرد، پس خودش هلاک میشه. و این هم انسانی ناشکر است. پس خداوند جل و علا ما و شما رو عمر داد، ما و شما رو وقت داد. اگر تمام دنیا همه انسان‌های صالح شوند، همه نمازگزار شوند، همه خیرخواه شوند، همه نکوکار شوند، در قدرت پروردگار جل و علا هیچ چیزی زیاد نمی‌شود. و اگر از اولین تا آخرین در دنیا همه از نماز رو بگردانند، نعوذ بالله همه به ایمان شوند، از قدرت پروردگار جل و علا چیزی هم کم نمی‌شود. پس هر کسی که با نماز است، دلش به نماز جوش میزند،
در حقیقت در اون نشانه دوستداری خداوند جل و علا هست. خداوند که دوستت بدارد تو را دعوت میکند به خانه‌اش. این یک نشانه دوستداری خداوند جل و علا است که شما به خانه‌اش اومدین، به مهمانیش اومدین. ما و شما اگر کسی رو دوست نداریم هیچ وقت رو دعوت به خانه‌مون نمیکنیم به مهمانی. پس خوشا به حالتون، در نمازهایتون استوار باشید. و دومین نشانه غضب پروردگار جل و علا و ناکامی انسان در چی است؟ به احترامی به والدین، به پدر و مادر برادران است. حدیثی صحیح است که خوشحالی و راضیگی پدر و مادر، خوشحالی و راضیگی پروردگار جل و علا رو به بار میارد. غضب پدر و مادر، وقتی پدر و مادر بر تو غضب کردند، وقتی پدر و مادر از تو راضی نباشند، بر خداوند سوگند که خدا هم از تو راضی نیست. تا پدر و مادرت از تو راضی نشود، خداوند از تو راضی نمیشه. پدر و مادر این هر دو در جنتند. هر کسی میخواهد که به جنت برود و لقاء پروردگار برود و خدا را ببیند، به نعمتها و وعده های جنت در آخرت دست بیابد، پس او احترام پدر و مادر را به جا بیارد، او را خدمت کند، دعای نیک پدر و مادر را بگیرد که سبب کامیابی و سعادتمندیش در این دنیا و عزتش نزد پروردگار جل و علا خواهد بود. و سیومین نشانه غضب پروردگار جل و علا و ناکامی انسان این دوستانی بد است. از دوستانی بد، از دوستانی که الکحولی هستند، از دوستانی که بینمازند، از دوستانی که غیبت میکنند، از دوستانی که شما را به راه بد دعوت میکنند، بپرهیزید و دوری کنید. وقتی ما قرآن میخونیم، یکی از پشیمانی های اهل دوزخ چی است برادران عزیزم؟ چی میگویند؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش، صد افسوس، ای کاش همین شخص را دوست نمیگرفتم که در دنیا سبب ناکامیم، سبب بدبختیم و امروز سبب داخل شدنم به جهنم گردید. اگر دوستانی ناباب دارید، آنها را نصیحت کنید. نصیحتی که در آن حکمت باشد، در آن رحمت پروردگار گفته شود. یکدیگر را نصیحت کنیم تا یکدیگر را قبول کنیم. یکدیگر را که نصیحت کردیم همگی کامیاب میشه. و چهارمین عاملی که انسان را ناکام میکند و غضب پروردگار را به بار میارد، دوری از قرآن است. از خواندن قرآن، از عمل کردن به قرآن و از فهم قرآن دوری جستن یا دور بدن. این چی است برادران عزیزم؟ این عاملی هست که انسان را به ناکامی در این دنیا و آخرت میبرد، میرساند. هر یک انسانی که در یک روز اگر یک صحیفه از قرآن بخواند، در همون روز، من در تجربه زندگی هم میگم، هر یک شما در زندگیتون تجربه کنید. اگر شما یک جزء میخونید، یک نیم جزء خوانید، در همون روز درک میکنید که چقدر برکت در زندگیت زیاد شد، چقدر رحمتی در زندگیت آمد، چقدر سعادت و خوشبختی بالای تو آمده است. قرآن برادران عزیزم هدایت کننده انسان ها و مسلمانان است، نجات دهنده برای انسان و برای مسلمانان است. قرآن ها را بگیریم و خاک‌های آنها را تازه کنیم و بخونیم و بفهمیم و درک کنیم و عمل کنیم. در همین حالت برادران عزیزم زندگی و دنیا و قیامت و آخرتمان با برکت خواهد شد. قرآن نه تنها برای مردگان است. متاسفانه امروز اگر از کوچه گذر کنند، در جایی اگر آواز قرآن شنیده شود، از یکدیگر میپرسند آیا در اینجا مصیبتی شده است؟ کسی گذشته است که قرآن میخوانند؟ اما قرآن برای زندگان است که بخوانند و درک کنند و فهمند و زندگیشان را با برکت کنند و زندگیشان را زیبا گردانند. با قرآن باشید که قرآن همه مناسبت ها را نیک میکند. اگر همسرت را گوش نمیکند، اگر فرزند در تربیت فرزندت ناکامی، در مناسبت با دوستانت ناکامی، اگر در دینت کمبودی داری میلغزی، اگر در نمازهایت کاستگی داری، قرآن بخوان و در برابر قرآن خواندن معنایش را بخوان، تفسیرش را بخوان که خداوند جل و علا چی میگوید. اگر ما بخوانیم و اطاعت کنیم با آن چیزی که خداوند امر کرده است و اجتناب کنیم از آن چیزی که خداوند منع کرده است، بر خداوند سوگند بهترین انسان، بهترین سلامتی، بهترین علم و بهترین عمر را سپری میکنه. و در اخیر از خداوند جل و علا
طلب و دعا می نمایم که هر آن چیزی که گفتیم خداوند عمل کردنش را برای خودم و همه ما و شما نصیب گرداند. خداوند به ما و شما توفیق نصیب کند که قرآن را بخوانیم، درک کنیم، بفهمیم و عمل کنیم و زندگیمان را با قرآن منور و زیبا و با برکت گردانیم. خداوند جل و علا گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند. خداوند بیمارانی که در بیمارخانه ها و در خانه ها بستریند، خداوند جل و علا شفای کامل و عاجل نصیب کند. خداوند امن و ثبات و وحدت و سرجمعی و اخوت مسلمانان و مخصوصا این ملت تاجیک رو همیشگی گرداند. خداوند امن و ثبات رو در این کشور همیشگی گرداند و فتنه ها و بدی ها رو پروردگار از این ملت و تمام مسلمانان دور بگردان. پروردگار در آن سرزمین هایی که ظلم و کشتار و خونریزی و بیرحمی است، پروردگار در سرزمین های آنها هم پروردگار صلح و امن و تنجی را بیار. پروردگار مسلمانان را نصرت بده. پروردگار ظالمان را به یکدیگر گرفتار بگردان. پروردگار دعاهای ما را اجابت فرما. گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردان. پروردگار زندانیان ما را اصلاحی و آزادی نصیب بفرما. پروردگار برادران و خواهران ما که در مهاجرت مهنتی هستند در حفظ و پناهت نگهبانشان باش و آنها را عزتمند و سربلند و سالم به وطن بر بگردان. پروردگار عاقبت و آخرت همه ما را نیک کن و ما را لحظه های بگیر که در زبان ما کلمه شهادت باشد و از ما خشنود باشی. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.